صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، تو را شکر و سپاس می کنیم که خدای محبت و رحمان و رحیم هستی و همانند پدر آسمانی بندگانت را دوست می داری. تو را شکر می کنیم ای خدا که تو همیشه ثابت و تغییر ناپذیر هستی و اعمال و رفتار بشری خللی در ذات اقدس و پرمحبتت نمی آورد. بارالها به درگاه مقدس تو که هستی مطلق می باشی آمده ایم تا تو را ستایش و پرستش نموده و از کلمات حیات بخش تو بهره مند شویم. زیرا جان ما تشنه کلام توست، تشنه شنیدن کلام مقدست که آرامش و اطمینان و امید و حیات را برای ما برمغان می آورد. استدعا می کنیم ای خدای مهربان، ما را در این ساعت آماده شنیدن کلامت بگردان و مشکلات زندگی که فکرمان را به خود مشغول کرده و نیازهای دنیوی که روح پریشان حالی را در ما به وجود آورده و حس برتری و غرور و مقام دوستی و ثروت که عامل بیقراری در ما است از ما دور کن و در عوض با روح القدست آرامش جان و روان و فکر عنایت فرما تا در آرامی حضورت مفهوم آیات مقدس را دریابیم. این تقاضا را به نامی آن کس که مظهر و مکاشفه و کلمه توست و زنده و در حضور توست، یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گم شدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گم شدگان را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید در پناه خداوند خوش بوده و با اعتماد به او و ایمان داشتن به الطاف بیکرانش زندگی خود را به سر آورید. امیدوارم که نه فقط شما از فیوزات الهی بهره مند شوید، بلکه عاملانی باشید که دیگران را نیز به سوی فیض خدایی هدایت نمایید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که امروز با شما باشم و از پیام نجات بخش خداوند آیاتی براتون بخونم و توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی و موضوع آیات تقدیم حضورتون کنم تا شما نیز با درک حقیقت الهی آن را بپذیرید و خدا را با مطیع بودن به ارادهش جلال بدهید. برای این منظور در دنباله مطالعه زندگی عیسی مسیح توجه خود را معطوف به فصل 26 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 46 آن را مورد توجه قرار می دهیم. در این فصل ما با دعای آخر عیسی مسیح در باغ جستیمانی و تسلیم شدن او به دست دشمنان و فرار کردن شاگردانش به خاطر ترس از جانشان روبرو می‌شویم. استعداد دارم برای اینکه کلام خدا را بهتر درک کنید، اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 47 بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم.
و اگر شما از انجیل تفسیری استفاده می کنید صفحه 37. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. در آیاتی که در جلو ما هستند، یعنی از آیه 46 الی آخر آیات این فصل، موضوع دستگیر شدن و مصلوب شدن، مردن و قیام عیسی مسیح و ظهورش به شاگردان عامل اساسی و هدف این آیات می باشد. در واقع بایستی گفت که اساس ایمان و بنیاد مسیحیت بر همین آیاتی است که در اینجا ذکر شده، یعنی مصلوب شدن، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. اگر بخواهیم با دقت در مورد هر آیه‌ای به تفصیل سخن برانیم، ساعتها طول خواهد کشید و چه بسا موفق نشویم به تمام جزئیات آنطوری که باید و شاید پاسخ بدهیم و توجه کنیم. برای این منظور در حین مطالعه این آیات ما 7 موضوع را که بیش از هر چیز دیگری روی آن تأکید خواهیم کرد و مستقیما یا غیر مستقیم بستگی تمام به درک این آیات داره و در حقیقت پاسخ به سوالهای شما دوستان نیز در مورد صلیب شدن و مرگ و رستاخیز مسیح نیز می باشد، روی آنها تأیید بسیار خواهیم کرد و آن را براتون تشریح خواهیم نمود. این 7 موضوعی که در برنامه‌های آینده نیز مورد توجه قرار خواهیم داد عبارتند از: اول، پیش داوری به جای توجه به شواهد تاریخی. دوم، مصلوب شدن عیسی و رابطه آن با ذات الهی. سوم، رابطه نجات با مصلوب شدن عیسی مسیح. و چهارم، صلیب مسیح که نمایانگر محبت خدا و شرارت آدمی است. و پنجم، هدف و مقصود الهی از مصلوب شدن عیسی. و ششم، جاذبه صلیب عیسی مسیح. و سرانجام رستاخیز و پیروزی بر مرگ عیسی مسیح. یادآور میشم که در این 7 موضوع قالب سوالها و یا فرضیه هایی که بر علیه صلیب شدن عیسی مسیح وجود دارد مورد توجه قرار خواهیم داد. حالا توجه شما را به آیات آسمانی جلب می کنم. از آیه 37 عیسی مسیح همراه با شاگردانش به باغی در دامنه کوه زیتون که در خارج از شهر اورشلیم قرار داشت می رود. جایی که غالب اوقات عیسی برای عبادت و راز و نیاز با پدر آسمانی خیش خدای یکتا و بی نیاز و بی شریک به سر می برد. اما دعای این شب با سایر دعاها و سایر شبها فرق داشت. او می دانست که تا چند ساعت دیگر دستگیر و کشته خواهد شد. یکی از شاگردانش به نام یهودا رفته بود تا سربازان دشمن را به این محل بیاورد. مسیح از مرگ فرار نمی کرد، بلکه خود را آماده مرگ می نمود. اما حقیقت امر اینه که سخت‌ترین لحظات زندگیش را می گذرانید. در آن لحظه دردی که او می کشید از درد خود صلیب نیز بیشتر بود. کتاب مقدس می گوید مسیح به شاگردان خود نزدیک شده می گوید نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است. نفس من از غایت الم مشرف به موت شده، یا جان من از شدت غم به لب رسیده است. و بعد به درگاه خدا دعا می کند. دعایی که جملات بسیار کوتاه اما طولانی بود. اینطور دعا کرد که ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من بگذر، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. راستی دوستان، چرا مسیح مقدس، مسیح عادل، مسیح پرقدرت این چنین عذابی میکشید و چرا او بایستی بگوید که از کثرت غم جانم به لب رسیده؟ چرا او که اراده و توانایی داشت که جانش را برهاند و حتی حالا هم میتوانست بره و پنهان کنه، خودشو پنهان کنه، فرار نمیکنه و در عوض میماند تا دشمنان بیاین و او را دستگیر کنن؟ پاسخ این سوالات را در هدف از آمدن عیسی مسیح باید یافت. او فرمود که من آمدم تا گناهکاران را نجات بخشم و برای اینکه نجات دهنده گناهکاران باشد بایستی تاوان و جرم گناهکاران را بپردازد. او میدانست برای فدا شدن به این جهان آمده است. خود او درباره این حقیقت بارها اشاره فرموده، به طوری که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد
هلاک نگردد. او آمد تا جان دهد و با فدا کردن جانش جانها را زنده گردانیده و به سوی خداوند باز آورد. دردی که مسیح میکشید از ترس مرگ نبود، بلکه درد او جدا شدنش از خدا بود. قدوس خدا اکنون بار گناهان بشر را تحمل میکنه و به دوش خود خواهد کشید. مقصود از جام یا پیاله رنج و غم همینه، یعنی بار گناهان بشر. او که گناهی نداشت در راه ما گناه ساخت. او که گناهی نداشت در راه ما گناه ساخت تا ما از مرگ او حیات یابیم. چرا مسیح آرزو میکرد که این پیاله را ننوشد؟ چرا فرمود خدایا اگر امکان دارد این پیاله یا نقشه نجات تو برای بشر بدون مصلوب شدن من اجرا بشه، لطفاً آن را انجام بده؟ در غیر این صورت ای خدا، رضایم رضای تو و آماده مرگ هستم. راستی چرا عیسی مسیح اینطور دعا کرد؟ جواب اینه که در اینجا بود که یک عادل در راه گناهکاران خطاکار محسوب می شد. عادلی در راه گناهکاران مجرم خطا می شد. او می دانست که خداوند روی از گناه برگردانیده و در نتیجه او را ترک خواهد کرد و جدا بودن از خدا همانند قحط شاهرگش بود. او اکنون گناهکار محسوب می گردید. او که عادل و پاک و قدوس بود، او که کوچکترین عیبی نداشت، او که آزارش حتی به مورچه‌ای نرسید، او که عمرش را وقف خدمت گذرانیده بود، حالا برای اینکه انسانها را نجات بدهد، برای اینکه کفاره گناهان را بپردازد، بار گناهان بشر را بر دوش میگیره و خودش گناهکار محسوب میشه. پس از دعا کردن که بیش از 3 ساعت طول کشید، مسیح به نزد شاگرداش میاد. همه را در خواب میبیند. به جای اینکه آنها را بلند کند و بگوید آماده جنگ باشید، دشمنان دارن میان تا مرا بگیرن، و یا بلند شوید و فرار کنیم، میگوید ما بقیه وقت را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. عجبا، مسیح برخلاف انسانها رفتار میکرد، برخلاف انسانها فکر میکرد و برخلاف انسانها عمل مینمود. گوش کنید به کلام خدا. از آیه 46 براتون میخونم. و هنوز سخن میگفت، یعنی عیسی مسیح داشت با شاگرداش که خوابیده بودن سخن میگفت که ما بقیه رو بخوابید و استراحت کنید، که ناگهان یهودا که یکی از آن 12 بود با جمعی کثیر با شمشیرها و چوبها از جانب رؤسای کهنه و مشایخ قوم آمدند و تسلیم کننده او به دیشان نشانی داده بود و گفته بود که هر که را بوسه زنم همان است، او را محکم بگیرید. در ساعت نزد عیسی آمده گفت یا سیدی و او را بوسید. عیسی وی را گفت ای رفیق، از بحر چه آمده ای؟ ای رفیق، از بحر چه آمده ای؟ آنگاه پیش آمده دست بر عیسی انداخته او را گرفتند. و ناگاه یکی از همراهان عیسی دست آورده شمشیر خود را از غلاف کشیده بر غلام رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد. آنگاه عیسی وی را گفت شمشیر خود را غلاف کن، زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک گردد. آیا گمان میبری که نمیتوانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از 12 فوج از ملائکه برای من حاضر سازد؟ لیکن در این صورت کتب چگونه تمام گردد که همچنین میبایست بشود؟ در آن ساعت به آن گروه گفت گویا بر دزد به جهت گرفتن من با تیغ‌ها و چوب‌ها بیرون آمده اید. هر روز با شما در هیکل نشسته تعلیم میدادم و مرا نگرفتید. لیکن این همه شد تا کتب انبیا تمام شود، تا کتب انبیا تمام شود. و در آن وقت شاگردانش او را واگذارده بگریختند. در این آیات می‌بینیم که دوباره اشاره به انجام نبوت و پیشگویی‌هایی شده که انبیای اسبق آن را اعلام کرده بودند. حضرت اشعیا 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح در رویای آسمانی مسیح را چنین حالت دیده و میگوید او از خطاکاران محسوب گردید و باز میفرماید آنکه با من بود بر علیه من
برمیخیزد. مقصود مسیح این است که اتفاقاتی که الان داره میفته، یعنی دستگیر شدنش، مرگ و محاکمهش، میگوید مطابق نقشه خداست که از هزارها سال قبل خداوند در نظر داشته و به انبیاء خود اعلام کرده و اکنون ساعت به انجام رسیدن آن فرا رسیده است. یعنی پیشگویی ها به انجام میرسن. یهودای خائن از تاریکی شب استفاده کرده و همراه با نگهبانان عبادتگاه که تحت فرمان رؤسای مذهبی بودند میآیند و عیسی مسیح را دستگیر میکنند. به آنها علامت داده بود که آن کسی را که بوسیدم همان است، استاد من، او را دستگیر کنید. راستی چرا یهودا میگوید آن کسی را که بوسیدم دستگیر کنید؟ دلیلش واضح است و خیلی روشن. نگهبانان معبد عیسی مسیح را به خوبی نمیشناختند، ولی رؤسای دینی او را میشناختند. آنها نیامده بودند بلکه نگهبانان معبد آمده بودند و نه سربازان رومی، بلکه آن کسانی که تحت فرمان رؤسای مذهبی بودند. آنان آمده بودند تا عیسی مسیح را دستگیر کنند. بعضی ها میگویند این عیسی نبود که دستگیر شد، بلکه خدا ظاهر شخصی که غالبا خود یهودای خائن را معرفی میکن به جای عیسی مصلوب شد. اجازه بدهید به خاطر کمی وقت جواب این عقیده را در برنامه بعد خدمتتون بدم و دنباله آیات را پس از دستگیری عیسی در باغ جستمانی براتون بخونم، چون اون موضوعی است بسیار مهم و با کمک خدا سر فرصت به آن اشاره میکنیم. از آیه 57 خدمتتون میخونم. میفرماید و آنانی که عیسی را گرفته بودند او را نزد قیافا رئیس کهنه، جایی که کاتبان و مشایخ جمع بودند، بردند. اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه درآمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند. پس رؤسای کهنه و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عیسی می‌کردند تا او را به قتل برسانند، لیکن نیافتند. با آنکه چند شاهد دروغ پیش آمدند و شهادت دروغ دادند، ولی هیچ نیافتند. حالا دوستان در این آیه می‌بینیم که عیسی را به نزد بالاترین مرجع تقلید، یعنی رئیس خانه خدا یا رئیس همه مذهبیون یهود میبرند. میگوید اسم او قیافا بود و این بسیار بسیار مهمه، هم از نظر تاریخی و هم از نظر انجام صلیب مسیح. تمام ملایان دینی در ساختمان شورای مذهبی جمع شده بودند و درست مثل مجلس اعلی یا مجلس شورا همه دورم جمع شده و سعی می‌کردند دلایلی برای اثبات خطا و جرمی بر علیه عیسی مسیح بیاورند، اما انصافاً موفق نمی‌شدند. دوستان عزیز، از این نوع محاکمه ها همیشه در تاریخ بوده و هست و خدا نکند که شما در این نوع محاکمه ها که آری از عدالت است، آری از انصاف است قرار بگیرید، چون وقتی عیبی و یا تقصیری پیدا نکنن به هر حال تهمت را بهتون میچسبانن و به طور غیر عادلانه شما محکوم خواهید شد. در اینجا میگوید هرچی این ملایان دینی خواستن دلیلی پیدا کنن که او را متهم سازن، پیدا نکردن، با اینکه چند شاهد دروغگو هم آورده بودن، ولی چون شهادتشون بی اساس بود مسیح جواب آنها را نمیداد و این بسیار باعث خشم آنان میشد. ولی مسیح میدانست که جواب ابلهان خاموشی است. مسیح میدانست که آنها انصافانه نمیخوان اون را داوری کنن. هدف آنها اینه که به هر حال مسیح رو سر به نیست کنن و این کار رو میخوان بکنن، حالا چه دلیل داشته باشن و چه نداشته باشن. سکوت مسیح خشم و حسادت و نفرت رؤسای مذهبی رو بیش از بیش شعله‌ور میکنه، به طوری که سرانجام رئیس کهنه یعنی قیافا رو به عیسی میکنه و با لحنی مملو از تنفر میپرسد تو را به خدای حی یا تو را به خدای زنده قسم میدهم، ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. عیسی به وی گفت تو گفتی و یا تو شهادت دادی و در دنباله گفتارش فرمود و نیز به شما میگویم بعد از این پسر انسان را خواهی دید که بر دست راست قوت نشسته است و بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت
دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می‌بینید؟ آنان در جواب گفتند مستوجب قتل است، مستوجب قتل است. در این آیات علت این که رؤسای دینی مسیح را محکوم به مرگ می‌کنند این نیست که مسیح موعود فرزند خدا محسوب میشه. خیر، مقصود از فرزند خدا همانا منعکس کننده شخصیت و سیرت الهی است و یا صاحب آن بودن. آنان می دانستند که در تورات نیز بارها ذکر گردیده که مسیح موعود فرزند خداوند یکتا، خدای بی شریک محسوب میشه و برای همین بود که خود قیافا که رئیس کهنه بود، یک یهودی متعصب بود، این جملات را به زبان می آورد که آیا تو مسیح موعود پسر خدای زنده هستید یا نه؟ آیا تو آن مسیح موعود و پسر یگانه خدا هستی یا نه؟ حالا تأکید قیافا روی همان ماشیه موعوده، زیرا مسیح به معنی برگزیده است، ولی مسیح پسر خدا مقصود مسیح موعود است یا ماشیه، یعنی آن یگانه موعود و نجات دهنده‌ای که تورات نیز به آن بارها اشاره کرده بود. دلیل محکومیت عیسی از جانب رؤسای مذهبی این بود که او خود را آن موعود می‌دانست و یا ادعا کرد که اون همان موعود یگانه است. برای رؤسای مذهبی عیسی یک انسان ساده، بی سواد و یک نجار پست محسوب می‌شد و چون یک نجار ادعای مسیح موعود بودن کرده بود، به نظر آنها این بزرگترین کفر محسوب می‌شد و برای همین از شدت خشم قیافا لباس خود را چاک زده و خشم همه را برمی‌انگیزاند و میگوید کفر گفت، کفر گفت، دیگه نیازی به شهود برای محاکمه او نداریم. و همه رأی دادند که مرگ را بایستی به عیسی بدهم. مرگ 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 سزاوار اوست. در آیات بعدی خشم و نفرت رؤسای مذهبی را از عیسی مسیح می‌بینیم که با تف کردن به صورت مبارکش و سیلی زدن و مسخره کردن او عقیده که واقعیت داشت را رد می‌کنند و در عوض به جای اینکه حقانیت مسیح را ببینن، زندگی او را ببینن که چگونه در ظرف این 3 سال هزارها بیمار را شفا داده و حتی آزارش به کسی نرسیده است، او را حسابی نکوهش می‌کنند و عقده شرارت خود را خالی می‌کنند. دوستان عزیز، شاید من و شما امروز شرارت‌های رؤسای مذهبی را نکوهش کنیم و یا عمل خائنانه یهودا را به شدت مردود شمرده و او را به خاطر بیوفایی و خیانت محکوم نماییم. اما حقیقت هم اینه که این نوع همدردی با عیسی مسیح و محکوم کردن آنان ما را برتر از آنان نمی‌کنه. زیرا از نظر عیسی مسیح و خدا بی توجهی به اوامر مقدسش و انجام ندادن آنچه که او از ما می‌خواهد و ایمان نداشتن به جانبازی و فداکاریش همان اندازه گناه محسوب می‌شود که یهودا و رؤسای کهنه انجام دادند. سوال مهم اینه که ای عزیزان، شما امروز آیا اراده خدا را انجام می‌دهید و یعنی شما مانند یهودای اسخریوطی یا رؤسای دینی یهود بر علیه او شعار می‌دهید؟ شاید زباناً چیزی نگید، شاید زباناً حتی بگید که من عیسی مسیح رو خیلی عزیز و محترم میشمارم، ولی باطناً و عملاً چیزی دیگری بگویید. عیسی مسیح مثلا میفرماید دروغ نگو، حتی فکر دروغ هم نبایستی در سرتون باشه. سوال مهم اینه که آیا شما امروز دروغ نگفتی؟ عیسی مسیح میگوید حتی فکر زنا نباید در سرتون باشه. سوال مهم اینه که آیا امروز فکر شهوانی داشتید؟ عیسی مسیح میفرماید نبایستی طمع داشته باشید. سوال مهم اینه که آیا طمع داشتید امروز؟ عیسی مسیح میگوید هیچ وقت رشوه ندید و رشوه نگیرید. دوست من، امروز چیکار کردی؟ عیسی مسیح میگه دروغ نگی. شاید بگی که ای بابا، این اجتماع همه با دروغ میچرخه، همه دارن رشوه میگیرن، همه دارن رشوه میدن. دوست من، شما به همه کاری نباید داشته باشید. در روز داوری خداوند تعالی از شما سوال میکند که ای یار من، ای دوست من، آیا مطیع کلام بودید یا نه؟ نمیشه بگی که خدایا من در اجتماع زندگی میکردم همه دروغ میگفتن و اگه من دروغ نمیگفتم کلاه سرم میرفت. دوستان عزیز، ما باید حاضر باشیم که زندگیمونو در این عالم فدا کنیم برای زندگی جاویدان. گفتار عیسی مسیح را فراموش نکنید که فرمود گنج‌ها برای خود در زمین میندوزید، جایی که بید و زنگ میزنند و دزدان نقب میزنند.
بلکه گنج‌ها برای خود در آسمان بیندوزید، جایی که دزدان دزدی نمی‌کنند و نقب نمی‌زنند. همچنین حضرت یوحنا ما را یادآوری می‌کنه که دل به این دنیا ندهیم، دنیا و آنچه در این دنیاست را دوست مدارید، بلکه توجهتان به خدای تعالی باشد. دوستان من، اگر می‌خواهید در حضور خداوند سالک شوید، بایستی حاضر باشید که در این جهان فداکاری کنید و حتی از جان خود بگذرید و به قول معروف زحمت بکشید. شعری در سرودنامه کلیسای ایران که بی مناسب نیست خوانده شود. اجازه بدید که پایان بخش برنامه این ساعت هم باشه و امیدوارم که شما به معنی این شعر توجه خاصی مبذول داشته باشید، زیرا در آن مطالب حقیقی نهفته است. در واقع به ما نشان می‌دهد که چه بسا من و شما نیز امروز در زندگیمون همانند یهودای اسخریوطی نسبت به خداوند خیانت می‌کنیم، یعنی قد نشناس هستیم و مطیع کلام آسمانیش نیستیم. سرودنامه شماره 69، شعرش تحت عنوان ای مسیح ای خداوند هستی. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.